سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 6 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. کشته شدن 3 جنگجوی انصارالله در نویه‌های با افغانستان مرز درواز. 2 زاده تاجیکستان در کره جنوبی دکان صرافی را غارت کردند. طالبان حامد کرزی را عملاً به حبس خانگی انداختند. بازداشت زنی که فرزند یوگایش را بیرحمانه لطو کرد. مرد طفل 1 ساله در زیر چرخ ماشین بارکش در نورک و هلاکت موش سفید 6 ساله در زیر چرخ مرسدس. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر 15 عکس و یک گزارش ویدیویی خبر داد که صبح 5 سپتامبر سال 2023 در یک زدخورد مسلحانه در مرز با افغانستان 3 جنگجوی عضو گروهی در تاجیکستان ممنوع جمعیت انصارالله کشته شده از جای حادثه و پنهانگاهی از قبل آماده کرده جنگجویان 12 میل سلاح و مقدار زیاد مهمات جنگی و مواد لازم برای ساختن بمب‌های خودساخت یافت و مصادره شده است. کمیته امنیت گفت شب 29 آگوست سال 2023 این 3 نفر اعضای تشکیلات بین المللی تروریستی با مقصد انجام دادن عملهای تروریستی در حدود جمهوری تاجیکستان در عرصه جشن استقلال دولتی خط سرحدی افغانستان و تاجیکستان را در منطقه کیوران نویه درواز به طور غیر قانونی ویران کردند. گفته می شود عبور مرز از سوی جنگجویان سر وقت از طرف ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی آشکار گردیده گروه مخصوص عملیات ضد تروریستی به جای حادثه سفربر گردید. دسته ضد تروریستی امنیتی حلقه اوتوی را در مکان بود و باش تروریستان محدود ساخته از اعضایان گروه تروریستی طلب نمودند که تسلیم شوند. تروریستان به امر کارمندان مقامات امنیتی اطاعت نکرده از تمام نمود سلاح در اختیارشان داشته آتش کشیدند. در نتیجه عملیات جنگی 3 نفر اعضای گروه تروریستی سر و پا مسلح بی‌ضرر گردانده شدند. گفته می شود در اطلاعیه کمیته امنیت درباره تلفات نیروهای دولتی در این زدخورد در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. بنا به گزارش کمیته امنیت ملی در نتیجه تحقیق آموزش مواد و حجت‌های مصادره شده و جسدهای کشته شدگان معاین گردید که اینها اعضای زیرین جماعت انصارالله می باشند. باباجانوف ظریف محمودجانویچ با لقب عثمان زاده جماعت دیات کلندی شهر اسفره یکی از سرگردگان جماعت انصارالله. بهادروف فرهاد بشیرویچ لقبش ابو مصعب زاده دیهای شیربگیان جماعت دیات سفید چشمه نویه نورآباد. قاسموف احد سلطانویچ لقبش عبید زاده شهر کولاب. تاکید شده است که نسبت به این 3 نفر قبلا در اساس ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام جلب و اشتراک غیر قانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح، زدخوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر دولت‌ها پرونده آغاز گردیده هر 3 در جستجو قرار داشتند. کمیته امنیت ملی گفت در جریان تحقیق معاین کرده شد که در برابر سلاح‌هایی که این 3 جنگجو با خود داشتند قبلا از حدود کشور همسایه مقدار حجما کلان اسلحه، لوازمات جنگی، مواد ترکنده، واسطه‌های علاقه برای تامین تروریستان انتقال و در پناهگاه جای کرده بودند. کمیته امنیت ملی گفت این نخستین تلاش اعضای جماعت انصارالله جهت ناآرام ساختن وضعیت در حدود جمهوری تاجیکستان است. قبلا 26 اپریل سال جاری 2 عضو این گروه با مقصد انجام دادن اکت‌های تروریستی خط سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را در موضع دشت یزگلام نویه ونج به طور غیر قانونی رخنه کرده به خاک تاجیکستان وارد شدند، ولی هر دو را در نتیجه عملیات ضد تروریستی بی‌ضرر گردانیدند. جماعت انصارالله گروهی است که امرالدین تبارف یک عضو سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که شرایط سال 1997 بین مخالفین و حکومت تاجیکستان را نپذیرفت و دوباره به افغانستان فرار کرد، از حساب مخالفین نوروزی تشکیل کرد. مقامات تاجیکستان انصارالله را در دست داشتن در حمله مرگ طلبانه به قرارگاه عباب در شهر خوجند در سال 2010 و آشوب مسلحانه سالهای 2009، 2010 و 2011 در منطقه های طویلدره و رشت عیبدار میکنند. بنا به اطلاع دریافتی حالا رهبر این گروه جنگجو را در افغانستان یک زاده نورآباد با لقب مهدی ارسلان بر دوش دارد.
تلگرام کانال افسیا کره بوتکه به پلیس شهر انچخون کره جنوبی خبر داد که روز 3 آگوست سال 2023 ساعت 11:50 دو شهروند تاجیکستان یک دکان صرافی را در شهر پخیونتخک واقع در کناره‌های جنوبی انچخون غارت کردند. لحظه فرار غارتگران به دوربین ویدیو کامرای نظارتی افتاده است. بنا به معلومات پلیس انچخون غارتگران خود را مشتری وانمود کردند و وقتی که زن 60 ساله که در این دکان صرافی کار میکرد به خبر از نقشه و نیت‌های آنها در سیف را کشود، آنها با تهدید از سلاح زن بیچاره را مجبور کردند که $8,000 پول نقد را به آنها بدهد. غارتگران با این غنیمت به یغما بردهشان به یک ماشین جیپ رنگش سفید نشسته از جای حادثه فرار کردند. ماشین را پلیس تقریبا 20 کیلومتر دورتر از محل حادثه پیدا کرده است. معلوم شد که ماشین را مخصوصا برای این کار از پیش دزدیده بودند. پلیس بر اساس تحقیق ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی شخصیت گمان برشوندگان را معاین کرده الکی روز 31 آگوست ساعت 01:40 یکی از آنها شهروند 34 ساله تاجیکستان را در فرودگاه انچخون زمان دستگیر کردند که او میخواست کشور را ترک کند، اما شریک او الکی نیمه دوم امان روز 3 آگوست همگی 5 ساعت بعد غارت دکان صرافی با هواپیما به شهر تاشکند پایتخت ازبکستان فرار کرده است و باور می رود که الکی خود را به تاجیکستان رسانیده پنهان شده است. پلیس او را توسط اینترپل تحت جستجوی بین المللی قرار داده است. پلیس انچخون گمان میبرد که در این جنایت با 3 زاده دیگر تاجیکستان نیز دست داشتند. آنها را صبح 31 آگوست ساعت 09:30 در فرودگاه دستگیر کردند. در سالهای آخر صدها مهاجر از تاجیکستان برای مردکاری به کره جنوبی می روند. آنها می گویند که در اینجا نسبت به روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر معاشها بلندتر است. تا کنون شهروندان تاجیکستان در کره جنوبی با قانونشکنی‌های خرد و ریزه اساساً برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت به دست می‌افتادند. این بار اول است که شهروندان تاجیکستان را در کره جنوبی به صادر کردن چنین جنایت سنگین یعنی غارت دکان صرافی عیبدار می‌کنند. پایگاه خبری افغانستان اینترنشنال روز 5 سپتامبر سال 2023 با تکیه به منابعش خبر داد که رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزای را گروه طالبان تحت نظارت خود قرار داده است و روابط او با جوان بیرونه را قطع کرده محدودیت‌های جدی در راه حرکت او جاری کردند. در نوبت خود طالبان باشند ادعا کردند که این محدودیت‌ها به خاطر محافظت از کرزای در برابر حملات داعش راه اندازی شده است. کرزای که حالا 65 سال دارد در پایان سال 2001 در پی سقوط رژیم یکم طالبان از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا به قدرت رسید و تا سال 2014 ریاست افغانستان را در دست داشت. بنا به نوشته افغانستان اینترنشنال حامد کرزای دیگر نمیتواند به اجازت رهبر طالبان با سفیران خارجی، مردم عادی و مقامداران این گروه دیدار و گفتگو کند. همچنین از این پس کرزای به اجازت طالبان نمیتواند به داخل و یا خارج از افغانستان نیز سفر داشته باشد. یک شخص نزدیک به کرزای به افغانستان اینترنشنال گفته است که 6 روز پیش طالبان با حامد کرزای اجازه ملاقات با هیئت از مجلس ایران را ندادند. با اینکه کرزای در زمان رژیم کنونی طالبان تا این 2 سال چندین مرتبه به کشورهای خارجی سفر کرد و باز به افغانستان برگشت، اما پس از آخرین سفر او به بریتانیای کبیر طالبان پورا او را از حق سفر کردن محروم کردند. چنانچه چند پیش به کرزای اجازت ندادند تا به آلمان سفر کند. منابع نزدیک به حامد کرزای تصدیق کردند که عین حال او با سرنوشت نامعلوم روبرو است. وطن امیدوار است که با تغییر وضع سیاسی افغانستان وضعیت او نیز تغییر کند. بنا به گفته منصوبات افغانستان اینترنشنال فعلا یگان رابطه بین حامد کرزای و رهبر طالبان هیبت الله اخونزاده وجود ندارد. اخوی کرزای نیز هیچ تلاش برای برقراری ارتباط با مولا هیبت الله نکرده است تا محدودیت‌ها نسبت به او از بین برداشته شوند. با اینکه حامد کرزای و رهبر گروه طالبان هر دو از قندهارند، اما طالبان قندهاری با او ارتباطی ندارند. چگونه که دیده می شود برعکس طالبان قندهاری اساسگزار شبکه یقانی و وزیر کارهای داخلی حکومت طالبان سراج الدین حقانی با کرزای معاملات نسبتا خوبتر داشته با او در تماس دائمی بوده است. باید گفت که این محدودیت ها را زمان بالای کرزای جاری کردند که
شماری از چهره‌های شناخته شده و بلندپایه طالبان واضح و روشن ضمن صحبت خود بر رسانه‌ها و برآمدهای خود تاکید می‌کردند که مخالف انحصار قدرت در قندهار، ممنوع شدن حق تحصیل و کار زنان و دختران بوده، طرفدار آغاز گفت و شنودهای بین افغانی و تشکیل حکومت همشمول ملی هستند. در همین حال تلویزیون فرانس 24 میگوید که طالبان به خبرنگاران این رسانه اجازت ندادند تا با کرزی مصاحبه انجام دهند. رسانه‌های داخلی افغانستان نیز تصدیق کردند که طالبان گفتگوی کرزی با رسانه‌ها را ممنوع کردند. باید یادآور شد که پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان از طرف گروه طالبان بسیاری از منصبداران و شخصیت‌های با نفوذ کشور را ترک نموده، ولی بعضی از سیاستمداران افغان به مثل امید کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، دکتر عبدالله رئیس حکومت مصالحه ملی و ادیب فهیم پسر مالچر فهیم با کدام عمده در زیر سلطه طالبان در کابل باقی ماندند. کرزی و دکتر عبدالله حتی امروز با گلبدین حکمتیار شروع را برای میانروی برای انتقال قدرت از حکومت قبلی به طالبان تأسیس دادند، ولی این گروه تندرو که توزیع کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان را تصرف کرده شهد پیروزی هنوز در کام داشت، با ثروت به آنها فهماندند که به میانرویشان ضرورت ندارند. حامد کرزی در دوران پرزیدنت افغانستان بودنش در برابر طالبان موقعی نسبتا نرم داشت و حتی آنها را برادر صدا می‌کرد. اما او امروز در شرایطی قرار دارد که احتمال فکرش را هم نمی‌کرد. ناظران میگویند اگر طالبان با کرزی چنین رفتار را برخورد کنند، فکر کردن در مورد وضعیت دکتر عبدالله و دیگر سیاستمداران سابق افغان که با امید نواله از خانه طالبان در کشور ماندند خیلی دشوار است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 سپتامبر سال 2023 از بازداشت زنی خبر داد که نوار کودک را بی رحمانه تکوب کردنش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده موج واکنش‌ها را به بار آورد. این ویدیو روز 3 سپتامبر نشر شد. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیشیای نویای قبادیان یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانده شده. زن در نوار انعکاس یافته معین دستگیر و به مقامات میلیشیا دسترس کرده شد. معین گردیده است که این نفر شهروند بوری و گلزخوان صابرون سال تولدش 1989 ساکن دهه شوغره نویای قبادیان می باشد که پسر بچه نابالغ ممرعیموف ابراهیم سال تولدش 2013 پسر اوگایش را لطکوب نموده است. خود این زن برای شرح قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد بررسی قرار دارد. به دنبال روز 4 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی باز یک ویدیوی دیگر لطکوب طفل خردسال نشر شد. در نوار دیده می شود که یک زن کودک عاجز را تنها برای آنکه لباسش را چرکین کرده است با خمچه بی رحمانه میزند و هر لحظه تاکید میکند که بگذار پدرت ببیند که من تو را چی کار میکنم. همش از پشت پدرت، اکنون پدرت تماشا کند که من تو را چی خیل میکشم. این زن این حرفا را در لبش کودک را به اسم میزند و کودک به اسم میگیرد. مقامات این ویدیو را تا حال شرح ندادند که آیا آن هم مورد تحقیق قرار گرفته است، اما بسیاری‌ها در زیر این ویدیو زن را محکوم کرده نوشتند که اگر با پدرش مشکل داری گناه این طفل معصوم چیست که علامت را از او میگیری. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 5 سپتامبر سال 2023 با نشر عکس‌های زیاد خبر داد که در جریان یک رید ویژه یا کارهای پروفیلاکتیکی تنها در یک شبانه روز و تنها در حدود نویای شومنصور شهر دوشنبه 13 نفر از شهروندان به مکان زیست و میزده که در کوچه‌های پایتخت به آواره‌گردی مشغول بودند در حالت مستی در کنار راه‌ها خوابیده بودند معاین کرده شده به قبولگاه آواره‌گردان و هوشیارخانه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس کرده شدند. در نتیجه با برگزار نمودن صحبت‌های پروفیلاکتیکی شخصیت آنها معین و به میزدگان یاری طبی رسانیده شد. قابل ذکر است که اکثر آنها ساکنان شهرهای وحدت، ترسونزاده، ایسور، بختار، خوروغ همزمان ساکنان شهر و نویای ولایت سغل بوده در شهر دوشنبه به آواره‌گردی و میزدگی
مشغولند. میلیسیا افزود گرچند مقامات میلیسیا در نتیجه عملیات‌های پروفیلاکتیکی و پیشگیری کننده چنین افراد را معین و تا برطرف گشتن حالت سرخوشی به مؤسسه‌های مخصوص گردانیده شده دسترس می‌کنند، ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این راه حل پوره مسئله نبوده. وابسته به این مسئولان ساختارهای مربوطه مخصوصاً وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر ساختارهای مسئول را می‌باید با مقصد بجای کار و مکان زیست و برقرار نمودن سلامتی و رهایی یافتن از میزدگی مساعدت نمایند. مقامات ملیس شهر دوشنبه وعده داده است که من بعد نیز برگزاری چنین عملیات‌های پروفیلاکتیکی و پیشگیری کننده را ادامه داده از شهروندان نیز خواهش می‌نمایند که با مقصد برطرف نمودن چنین حالت‌ها سهم خود را گذارند. 4 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 08:10 راننده автомашین بارکش تمغه دولون قرایف ارزو سال تولد 1995 ساکن شهر نورک هنگام حرکت در روی ماشینگرد دیهه سرگذر شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خورسال جبارزاده نوزنین سال تولدش 2022 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خورسال جبارزاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 3 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 17:30 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز حسینوف شوروخ سال تولدش 2001 ساکن نوع جبار رسولوف هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوجند استرافشن در حدود جماعت دیوت دهموی نوعی رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد اوتاجانوف یوسف جان سال تولدش 1963 ساکن نوعی جبار رسولوف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد اوتاجانوف از جراحت‌های جسمانی برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. او بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2022 زن 30 و مرد 45 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریش در آمده از او 255,000 سومانی گرفته تا حال مبلغشان را برنگردانیدند. از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.